پرسیدن که چرا شعر عرفان و تصوف را قبول ندارید؟ اگر نخواه ما در عصر 21 بشینم و درباره تصوف و قلندری همون ما که نغزه یا گنده و این شعر هیچ آدم فرهنگی متمدن امروزه این شعر قبول نمیکنه. این شعر در همون زمان خودش بود، از اون بیشتر هیچ کار کردن نمیتواند. شعر ما شعر همه سویتی ما شعر اجتماعی بود. شعر اجتماعی بود. مثلا شعر ترسونزاده هم اجتماعی است. شعر لاهوتی هم هرچند که در شکل‌های غزل میگفت مضمونش اجتماعی بود. مضمون شعر لاهوتی اجتماعی است ولی شکلش کهنه. هم با شعر ترسونزاده تقریبا با همون شعر لاهوتی مانند است. مضمون اجتماعی است، شکل‌ها بیشتر کهنه. ولی شعرهای بودن که واقعا اجتماعی بودن. مثلا همین که بعضی عنصرهای صناعت پیدا شدن، شعرش هم پیدا شد. اخشا در پشتهای خاولنگ، پشتهای کرک چون پیستان شیر، مهر سری و فراوانی شود، نقش پای مادگاوی انتیر. دی شعر صناعت واقعا، چون که در همونجا فرم کلان شیر و روغن و محصولات شیری پیدا تشکیل شده بود. همچنین شاعران از شاعر نویسنده، شاعر نه، لیکن باید شاعر میگفت. نویسنده آن از در این روزگار که شعر نویسد شعر. مثلا شعرهای البته شعر محرمانه می شود. شعر محرمانه، شعر عشقی حتما همیشه می شود. ولی شعرهای اجتماعی همیشه یا شعارند یا با شعار مانند.